نیاز هست هر دو قشر از جامعه ما دارای سواد کافی باشه تا بتانیم از بحران هایی که ما با مواجه هستیم که فقر هست، نبود امنیت هست و همچنان انگیزه مردسالاری در جامعه هست، همه اینا از بین بره با کسب آگاهی زیادتر. کتابتون دشت لپاره در مهم دی چرا زیدلتا 15 دول مطالعه کنی. من روزانه 2.5 ساعت و یا 3 ساعت مطالعه میکنم در کتابخانه و زیادترین کتاب‌ها که مطالعه میکنم کتاب‌های سیاسی.